درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از عشق و انرژی مثبت بوده داشته باشید. ویدیو امروز سرانجام در مورد بیت باکس. میدونید چقدر کامنت داشتیم بیت باکس. میدونم بچه‌ها خرم حالیم نمیشه، من بیت باکس بلد نیستم بزنم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. آماده باشید که یه ویدیو بمب قراره ببینیم با کلی چالنج‌های بیت باکسی. بهترین بیت باکسرهای جهانن. یه سریاشون مقام آوردن، یه سریاشون مقام نیاوردن، تو فضای مجازی معروفن. بریم با هم این بیت باکسرهای زیبا رو ببینیم. ولی قبلش ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. راو تو 313 کا بریم این ویدیو جذاب و دیدنی و همراه با پوریا پوتک آدولف عرب ببینیم. خب گایز، اولین بیت باکس که قراره ببینیم یک زنیه بسیار هم زیبا با آرایش بسیار غلیظ. این دختر خانم جذاب یه چیزی رو میخونه، میگه هر کی میتونه روش بیت باکس بزنه. لیتس گو. واقعا مومشکیات جذابن ها، بلوندا هم همچنین. نمیدونم جفتشون جذابن. وای با نه نوشابه. استارباکسه. دهنتو چقدر قشنگ زد. دختره قشنگ در زد یا پسره؟ این دختره بچه خیلی بیت باکس داره تو تیک تاکش. آدرس تیک تاکش رو میذارم این زیر اگه پیدا کنم قول میدم. صدا رو بیا. یه کجا در میاری؟ این صدا رو از کجاش در میاری؟ دقت کردید؟ حد زد، کوف زد، زهرمار زد، رق زد، هر چی بگید زد. روی این وکالش ریورب 100% داره. Blue cheese, I swear I'm addicted to the blue cheese. I gotta stick to this pepper like Lucy. Bitch, I'm a chicken like it's two piece. You can have it. یاد گروه مینور بود فکر کنم. آره گروه مینور ما یه گروه ایرانی هستن، یاد اونا افتادم. ولی من یه نقدی دارم نسبت به همین کسایی که زدن، هم به کسایی که بیت باکس میزنن. البته بالاخره با دهن دیگه. به نظر من اینا میان جلوی دوربین سینک اجرا میکنن، یعنی 100% با دهنه، بدون شک با دهنه 100%. ولی قبلش ضبط میکنن بعد جلوی دوربین سینک شدهشو انجام میدن. البته منم جاشون بودم همین کارو میکنم چون کیفیت اون ویدیو رو میبره بالا. مادر دهنتو. وای میدونم کیه. Hey yo Breezy, let me show you how to keep that shorty when you doing that thing over there, homie. برو. Let's go. Cause I'm in the coming in and I feel like I gotta get away. But I know that I don't, that I won't never stop. But you know I gotta win every day. See me doing the winning when they pop me. Just smooth and you never pop me. And then I think I'm in the cocky. No, you ain't never gonna stop it. Every time I come, a nigga gotta sit and then I gotta go. Nigga gotta get in and I gotta blow. Nigga gotta shut it. And then the thing nigga if I did we do it. Cause I'm on the da-da-da-da. دهنتو اینجا دیگه فوش میخواست. من کسی که یه کار خیلی خارق العاده کنم باید فوش بدم که قبلا میم داشت اولش، الان میمه شده ده و شده دهنتو. چون جایز نیست هر فوشی رو هر جا و به هر کسی بدی. خیلی قشنگ رپ کرد. از خود باستارایم زم نه دیگه چرت نگو. ولی عالی بود. دمت. Excuse me. This is a chip. A chip with macaroni and cheese. یه چیزی بگم، این همون دختر قبلی است که موش بلون بوده، الان افکت کیت گذاشته. Chip with macaroni and cheese. چقدر خوبی.
پشمام خیلی بابا قشنگ بود. الو وای این آهنگو دیگه کی نمیشناسه؟ همه میدونن. I wanna go like Shakira, hey, esa latina está rica. I wanna papi la chica que sepa vivir y que viva la vida. دهنشو اصلا به ریشیه نمیخورد چنین صدایی داشته باشه. Met some new friends on the airplane. تو هواپیما Is that Amber Shaw? این چه رقصیه؟ Is that her sister? آدم یه دونه از این آبجی‌ها داشته باشه بیت باکس بزنه خودش رپ کنه بذاره اینستا پارا بره بالا فالوورا. آهنگ انیمالزه مطمئنم. دیدی گفتم صدای دختره رو. آهنگ بیونس بود اگه می‌خواستید بدونید چیه. بعد فکر کنم اسم آهنگش هم سینگل لیدیز. آره آل سینگل نمیدونم سینگل لیدیز. Beatbox sound effects. حاجی آتش نشانی کیبورد کامپیوتر قشنگ نیستیم بعد طبیعیه این قشنگه. وای این دخترها هستن اینجوری میرن. این یکی از زیباترین چالش هاست که من دیدم تو یوتیوب و فکر نکنم چالنجی رو چا گذاشته باشم از این چالش. قضیه همون جمله آخره بودش که فیلم های بعد زنگ میزنن 3 صفحه رو چا گذاشتی. Bang, bang, Whatever happened to bang, the boy that I once knew? bang, The boy who said he'd be true. bang, 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 Oh no. bang, Oh no. bang, Oh no, 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 no. bang, Oh no. bang, Oh no. bang. Oh no, no, no. The water beatbox challenge. میخواد با آب بیت باکس بزنه. به نظر من تا الان با استعدادترین سولوشون همین دختر بلونده بود. حالا اونایی که تیم بودن اونا خیلی خفنن بچه. اونا تو تیک تاک خیلی معروفن، کانال یوتیوب هم دارن. اصلا ببینید چه بیت باکسایی میزنن پراتون میریزه. ولی این دختره خیلی باحال بود، خیلی خاص و خفنه. دهنتو جمع میدن مثل این رپ بتلا دیدی تو پارکا میرن این رپرهای خیابونی. بابا معمتو. حالا یه پسر ژاپنی اومده همین چالش این پسر رو انجام داده. خیلی ابسی. Dun 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 dun. Pong. چقدر سمه بچه. این تیک تاکر رو کسی اسمش میدونه چیه؟ خواهشن تو کامنت ها بنویسید.
up guys؟ دم تک تکتون گرم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده بوده باشید و اینکه خیلی سوال می‌پرسن آلبوم تا چندم فروشش ادامه داره. آلبوم تا 20 ژانویه ادامه داره. تا الان 2 نفر بیشترین قیمت رو خریدن که من قیمتاشو تو کانال تلگرام میذارم که بیشترین رو خریدن که اگه بخواید بیشترش از اون بخرید جزء برنده ها محسوب میشید و جزء 2 نفری میشید که همراه با اون یه نفری که برنده شده میاد اوکراین پیش من به خرج من. به چه صفایی قرار کنه. و اما فیلم امروز می بیفور یو، فیلم عاشقانه با بازی مادر اژدها. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, mother. My brain isn't paralyzed. Yet. کتاب امروز اسمش زمان و وحشته. بچه‌ها یک کتابی به زبان فارسی هم هست، میتونید ببینید. گفتم چقدر قشنگ میشه کتاب‌های ترسناک معرفی کنم پراتون بریزه. این کتابو حتما بخونید، واقعا لذت بخشه. سلام بچه‌ها، به کانالمون خوش اومدید. و اما یوتیوبرای امروز ژاپن با نگین و تاکومی، دو تا یوتیوبر یعنی یه کانالی که فکر کنم دوست پسر دوست دخترن، یکیشون ژاپنیه یکیشون ایران. خیلی باحالن با یک ادیت خیلی ساده و جذاب. یعنی بعضی شبا میتونی ببینی باهاش لش کنی. جدی میگم انقدر قشنگ توضیح میدن فرهنگ و همه چی رو. اگه دوست داشتید اول ویدیوهاشون رو ببینید، حال کردید سابشون کنید. سبک جدید عالی بود، همیشه همین باشه. سلطان پوتک. آیا پک فیزیکی آلبوم برای افراد خارج از کشور هم ارسال میشه؟ قلب 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 بادکنک عشقی. بله بچه‌ها خیلی نوشته بودن که از این سبک بیشتر لذت میبرن وقتی قسمتی از تریلر ویدیو رو نشون میدن، وقتی کتاب معرفی میکنن. ما این سبک رو ادامه میدیم تا روزی که ببینیم که آیا همه لذت میبرید یا نه، چون خیلی کامنت ها رو میخونم ببینم همه این سبک رو بیشتر دوست دارن یا نه. پک فیزیکی برای افراد خارج از کشور بعد از فروش آلبوم، یعنی وقتی 20م تموم میشه یه فروش مخصوص فقط پک فیزیکیه، فقط برای خارج از کشوره. چون شما خارج از کشورید ارسالش سخت داره، ولی مطمئن باشید به فکر شما هم بوده، هستم و خواهم بود. نبودنت یه جوری بهم حال میده که ریدم تو روزایی که بودی. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.